مگر خداوند در قرآن کریم وعده نداده است که ازدواج سبب سکون و آرامش می شود و این که وعده داده است که ما بین زن و مرد مودت و رحمت قرار می دهیم، ولی چرا در بسیاری از ازدواج ها پس از گذشت مدت این آرامش و محبت بین طرفین از بین می رود؟ و بنده خودم این مدت ازدواج کردم و متاسفانه روز به روز فاصله هم بیشتر شده است و محبت هم کم شده است. زمانی که ایشان منزل می آیند کلاً خانه دچار تنش و نارام می شود. ببینید این مسئله برگشتش به نفس عملکرد خود ماست. خداوند فرموده است که خب ازدواج برای محبت و فقط به خاطر صرف مسائل ظاهری نیست. مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمی است. اتفاقا یکی از قضایایی است که حالا بنده قصد داشتم یه وقتی در همین جلسات عنوان راجع به خصوص مسئله ازدواج خب مطالبی خدمت رفقا عرض کنم. مسئله مهم در قضیه ازدواج یک مسئله توافق روحی و ارتباط و نزدیکی روحی است. مسائل ظاهر را انسان به نحو دیگری هم میتواند طی کنه و سپری کنه. اون چرا که مهمه همین قضیه است که بین دو نفر به واسطه این عقد می شود که مطلب به واسطه این عقد این ارتباط پیدا میشه. اون ارتباط باعث میشه که این حرکت اونها و سیر اونها بهتر بشه، راحت تر بشه و تأثیر اعمال و عبادات در این موقعیت بیشتر است از حالت عزلت و از حالت عدم ازدواج. و خداوند هم برای همین قضیه این مسئله را قرار داده. لذا پیغمبر که فرمودند که کسی که ازدواج نکند این از امت من نیست، از سنت من خارج است، نه برای صرف گذران مسائل ظاهری است، نه خیر، برای رسیدن به این مرتبه است. بزرگانی که ازدواج نکردند از علما و بزرگان شیعه حتی بودند، اینها به اون مراتب بالا نرسیدند. این مسئله بسیار مسئله مهمی در اینجا هست. منتها در ازدواج خب باید انسان به شرایط عمل کنه، به مسائل عمل کنه، به دستورات عمل کنه و طبق اون مطالب و دستورات باید باشه تا این که بتواند این فایده را ببره. اگر طرفین هر دو آمدند و به این مطالب عمل کردند که خب این دیگه نور علی نور میشه، یعنی اون محبت و انس و مودت و علاقه و اینها به نحوی میشه که خب زندگی یک زندگی واقعا شیرین و با تراوت و با شادابی و رسیدن به اینها خواهد بود. اگر یکی از طرفین نسبت به مبانی و تعهدات و التزاماتش اونطور که باید و شاید عمل نکند، آنگاه طرف مقابل نصیبش را خواهد برد در صورتی که او عمل بکند. بنده با بسیاری از افراد خودم برخورد کردم و خودم این تجربه را دارم و برخورد کردم که چه زن و چه مرد که آمدن و طبق دستوراتی که به اونها داده شده و مطالبی که به اونها گفته شده عمل کردن، نتیجهش رو با چشم خودشون دارن میبینن و کاری. بنده به اونها گفتم شما چی کار به شوهرت داری؟ شما کار خودتو بکن، کار خود. دیگه شوهرت بدتر از فرعون که نیست. آسیه در منزل فرعون رسید به اون مقامات. چرا؟ چون به تکالیف خودش عمل کرد. توجه میکنید؟ عکسش هم نسبت به این قضیه صادق است. بنابراین در این مسئله ازدواج این هم یک بستری است که خداوند برای مرد و برای زن قرار داده است که هر دوی اینها در این موقعیت بتوانند به اون مراتب از تلقی فیوزات برسن. ولی اگر ما آمدیم دیدیم که نه، فرض کنیم که شوهر و همسر اونطوری که باید و شاید نیست،
نسبت به بعضی از مسائل تکاهل داره، تساهل داره، مسامحه میکنه، یا فرض بکنید که نسبت به بعضی از قضایا در موقعیت مناسبی قرار نداره، ما هم اومدیم مقابلش وایسادیم یکی تو یکی ما. اون دیگه در این صورت نه اون به اون نتیجه خواهد رسید، نه این طرف به این نتیجه خواهد رسید. پس آدم زرنگ اون کسی است که از فرصتی که برای او پیدا شده استفاده رو بکنه. توجه می‌فرمایید؟ استفاده رو بکنه. خب حالا اگر، و اینی که عرض میکنم خدمتتون، نمیخوام همینطوری سرسری جواب بدم ها، تجربه خودم رو دارم الان خدمتتون عرض میکنم. بنده اطلاع دارم و ارتباط دارم با مخدراتی که اینها در زندگیشون با بعضی از این نابسامانی ها مواجه هستند، ولی به واسطه عمل به تکالیف، به واسطه عمل به دستورات سلوکی و اخلاقی به یک مراتبی رسیدن که اگر اون همسرشون یک همسر مناسب بود شاید نمی رسیدن. این هست، یعنی این یه چیزیست که واقعیت